سلام و درود به همه دوستان. این پست مربوط به در آوردن بوربرینگ الکتروموتور نیم اسب که توی پمپ‌های آب ساختمانی یک طبقه دو طبقه استفاده میشه. ببینید دوستان، این الکتروموتور به خاطر خراب بودن این فیبر و فنل باعث شده که کلا شفت و آواز قسمت بوربرینگ و شفت بشه و داده شفت داغون کنه. که ما اومدیم با استفاده از یک گرید شفت رو به گرید بستیم و استفاده چپ سنباده درشت مانند اومدیم شفت رو تمیز کردیم و خورده از حالت داغونش در آوردیم. و اینجا شما نباید اگه این کار خاصی انجام بدیم نباید زیاد شفت و سنباده رو فشار بدیم، چون شفت یک لایه‌اش کلا باعثی که زنگ بزنیم و یک لایه شفته. اگر سنباده رو زیاد فشار بدیم شفت یه جای بوربرینگ گشاد میشه و دیگه به درد نمیخوره. اینجا هم سنباده نرم، یعنی خورده 280 240 خوبه. سنباده 280 240 یه خورده با سنباده 280 و 240 شفت رو میگیریم که این قسمت های دورش مونن که زنگ زده نرم بشه و زیاد توی فیبر فنل و قسمت بوربرینگ گشاد نشه. دوستان توجه کنید، بعد از این که این کار رو تموم کردین شما اگر شفتتون با پلیس اندازه اگر از 2 میل بیشتر داغون شده بود دیگه شفتتون به درد نمیخوره. این شفت کلا فکر کنم زیاد دیگه تازه و آب وارد قسمت بوربرینگ و شفت شده بوده و زیاد یعنی خراب نکرده بود، فقط در حد 1 میل خورده بود قسمت شفت. بعد از پایان کارتون قسمت بوربرینگ و شفت رو با استفاده از گریز آغشته کنید و اگر وقت داشتین میتونید یه مقدار داخل فضا رو با استفاده از اسپری رنگ استفاده کنید که دیگه پوسیدگیشون کمتر باشه. تا پست بعدی بدرود.